برادران و خواهران عزیز، الله همه چیز را به خاطر من و شما آفریده است. و این آیه گوش اندازید. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. لیکن متاسفانه این زمینی که بالای آن راه می رویم و آن آسمانی که در زیر سایه آن قرار داریم و این زندگی که الله به ما داده است، این نعمت‌های فراوانی که به ما داده است، همه این نعمت‌ها را ضد خود الله استفاده می‌کنیم. غیر آنهایی که الله به آنها رحم کرده است و آنها این نعمت‌ها را در راه درست استفاده می‌برند. بسیاری ها باشیم در راه گناه استفاده می‌بریم. جوانان ما متاسفانه تنها کیناها و سریال ها را تماشا می‌کنند. نوارهای بی‌معنی پوچ را، با آن گوش‌هایی که الله به آنها داده است موسیقی‌ها و سخن‌های بی‌معنی را گوش می‌کنند. با آن زبانی که الله به آنها داده است با آن دشنام و حقارت‌ها می‌کنند و آن دست و پای و آن چشم و گوشی که الله به آنها داده است آنها را بر ضد الله استفاده می‌برند. به همه آنهایی که این نوار را گوش دارند یک سوال دارند. آن تلفن همراهی که در دست داری، آن تلفنی که در آن صورت‌ها، عکس‌ها، اینترنت و دیگر چیزها است، تنها تو می‌دانی و خدا. آیا آن تلفن در خدمت اسلام است یا در خدمت شیطان؟ اگر تو با این تلفن کاری خیری میکنی، قرآن و چیزهای اسلامی و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم را پهن میکنی، تو با این تلفن در خدمت اسلامی. و اگر با این تلفن چیزهای روان میکنی که الله از آن راضی نیست، بدان که تیشه بر ریشه اسلام میزنی و با قرآن جنگ میکنی. زیرا موسیقی ضد چی است؟ ضد قرآن است. جای آن که سوره از قرآن روان کنی، موسیقی روان میکنی و با این کارت بر شیطان خدمت میکنی. بعضی ها میگویند خدا را شکر که نماز میخوانم، روزه میگیرم، لیکن یک مشکلی کوچکی دارم و آن هم گوش کردن موسیقی است. یا الله، چقدر جوانانی هستند که میخواهند قرآن بخوانند لیکن نمیتوانند. از سبب چی؟ از سبب زیاد گوش کردن موسیقی. چقدر انسان‌هایی که می‌خواهند 5 وقت نماز بخوانند لیکن نمی‌توانند. از سبب چی؟ از سبب زیاد گوش کردن موسیقی. چقدر انسان‌ها در راه بد می‌روند. از سبب چی؟ از سبب زیاد گوش کردن موسیقی. موسیقی بسیار خطر بزرگ است. خداوند به گوش کننده موسیقی چی می‌گوید؟ به این آیه توجه کنید. و من الناس من یشتری لهو الحدیث. لهو الحدیث چیست؟ ابن مسعود رضی الله عنه میگوید لهو الحدیث این همان موسیقی است. موسیقی را گوش میکنند در ماشین، در تلفن، در خانه، خلاص همه زندگیش موسیقی است. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.